حق خویشاوند و نیز مسکین و در راه مانده را ادا کن، اما هرگز اسرافکاری مکن، زیرا اسرافکاران برادران شیاطینند و بدانید که شیطان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس بود. و هرگاه نتوانستی به مستمندان کمک کنی و از آنها روی گرداندی در حالی که خودت انتظار رحمت پروردگارت را داری، لااقل با آنها به بهترین وجه سخن بگو. دستت را از روی خست به گردنت زنجیر مکن تا به کسی چیزی ندهی و نیز چنان رفتار مکن که هرچه را داری از کف بدهی و ملامت زده و حسرت خورده گوشه‌ای بنشینی. بدان که پروردگارت رزق و روزی هر کس را که صلاح بداند وسعت میبخشد و یا بر او سخت میگیرد. او به موقعیت تمامی بندگانش آگاه و بیناست.